آقا حاجی اون رفیق من ترکیه رفتن خونه لیک، الان اینجا ساعت 6. من منتظرم اشکان بود. اشکان وکیله برای شما در مورد مهاجرت گفت. اشکان میاد الان اینجا ساعت 8. سانی هم میاد. من و اشکان و سانی میریم خونه لیک، میخوایم قایق رو برداریم بریم تو آب، یه ذره آفتاب مافتاب بگیریم، یه جت اسکی هم بیشتر نمیبریم، بریم اونجا ذره آفتاب مافتاب بگیریم و اینا. چون هفته دیگه میرم دیگه، هفته دیگه میخوام برم الی وگاس باز رنگ بکنم میکروبی تاریک. بعد هم ساعت 12 میایم خونه همون لیک. من میخوام یه ذره آشپزی کنم برای بچهای نهار به بچه‌ها بدم بخورن و ساعت 3-4 هم برگردیم بیام هیوستون و بریم باشگاه و اینا دیگه. با داداشی هستین دیگه. آره شغل من، آره داداشی شغل ما فایننس، ماشین میخریم به مردم میفروشیم، خونه بخوای بهت میفروشیم، هر چی که تو بخوای من میخرم بهتون میفروشم، سود داداشی میدی، نه که والا بخوایم فشار بدیم تا ته سود من. اینم آقا برای آخرین بار میگم، این دیگه قسم آخر منه. اگه من وقتی میگم جان قدیر یکی باز بخواد کس شعر بگه، به قرآن دیگه با شما دیگه صحبت نمیکنم. ابوالفضل دیگه جان قدیر احترام بذارید. من دار دنیای قدیر دارم. به جان قدیر من نه خلافکارم، نه اهل یاروی دیجیتال هستم، نه اهل اصلا به قرآن مجید بلد نیستم این چیزها رو. الانم این توی اینستاگرام من بالا 3-4 هزار دلار پول این دولت یارو من داده. این اینستاگرام با مثلا بلد نیستم کسکش پیدا کنم ببینم کجاست اصلا. نمیدونم سابسکرایبشن کردن، نمیدونم چی کردن، من اصلا نمیدونم. آقا نکنین سابسکرایبشن چی، من نمیخوام برادر. چی اونجا زدن 2 دلار داره میاد، 3 دلار داره. من که خودم مجانی دارم، همه چی اینجا کسبازی در میارم دیگه. چرا پول میدین که من نمیخوام برای چی؟ نه فیسبوک، نه یوتیوب، نه یارو، نه یوتیوب، نه یوتیوب والله خواستین بکنین پولش میره برای بچه‌ها آسمان. اونم هنوز وصل نکردم پولش داشی، بلد نیستم. آقا من که خود میدونم الان با تمام ایران، از مهندسین، از دکترها، از فوتبالیستای عزیز، از خواننده، همه رفیقم الان. بعد اینایی که خودشون کامپیوتر بازنه به من میگن آیسان جان ساجستشن پیجت نیست فلا اینا، اون اگر بیاد بیشه ول کن دیگه. بیشتر از این بگم چی بکنم، چی کارم من کسکش مگه آخه. ساجستشن بیشتر دیگه بود دهن من گاییده شد. 1 میلیون لایک دیدی، شیر کتره دیدی آخر جان.